سلام به همگی. امروز با یه ویدیو خوشمزه برگشتم. میخوام بهتون یاد بدم چطوری این سالاد کاپرزه درست بکنیم. مواد لازممون گوجه فرنگی، پنیر موتزارلا، روغن زیتون و اوریگانو یا حالا ریحان تازه که شما میتونید ازش استفاده بکنید. بریم که با هم دیگه دستورش رو یاد بگیریم، با هم دیگه درستش کنیم. مثل من اینجا گوجه فرنگی رو خورد میکنیم. حالا من از این گوجه فرنگی استفاده کردم. باید بدونید که حالا برای سس یا کنسروم از بهترین نوع گوجه فرنگی که میشه استفاده کرد فیاسکونه هستش. حالا من اینجا گوجه فرنگی رو خورد میکنم. بعدش با هم دیگه میخوایم که بریم قسمت اصلی معرفی یک موتزارلا خوشمزه. این موتزارلا که تو عکس میبینید بهش میگن لا فیلیاتا دی موتزارلا او یا موتزارلا اینچینتا که وقتی برشش میدیم از دل این خود این موتزارلا به این بزرگی موتزارلا های کوچولو و حالا به نوع خامم از توش خارج میشه. این مدل موتزارلا رو نمیتونید هر جای پیدا کنید، مخصوصا سوپرمارکت ها. بهتره که از پنیر فروشی ها بخرید. خب اینجا میریم که با هم برشش بزنیم ببینیم که از داخلش چه چیزی بیرون میاد. من به این طریق برش میزنم. حالا البته تصویر خود داره از این ور نشون میده. حالا الان برمیگردم تصویر رو و داخلش رو قشنگ میبینید. حالا از این ور که برش دادم میبینید که موتزارلا های کوچولو داره دیده میشه و خارج شد. حالا از این قسمت نگاه کنید. یعنی واقعا یکی از پنیرهای مورد علاقه خودمه. واقعا خوشمزه است. زمانی که شما اینو برش میدین بعد بلافاصله نهایتا که 2 روز بعدش مصرف کنید، چون حالا خامه‌ای که توش هست اولش تازه است و طعم خوبی داره. بعد از یه مدتی اون در از طعمش از دست میده، خود اسیدی طوری میشه و حالا توی یخچال نگهداری کنید و بخورید. ولی شما میتونید مثل من اینجوری تزیینش بکنید و با اوریگانو اینا تزیین بکنید، روش بریزید و نوش جان بکنید، چون واقعا در از غذای اصلی نمیشه، یه حالت پیش غذا محسوب میشه. ولی امیدوارم که درستش بکنید و نهایت لذت رو ببرید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.